من اصلا این واژه اینفلوئنسر رو در مورد خودم قبول ندارم، برای اینکه از تلگرام و اینستا نمیدونم توییتر هیچی استفاده نمی‌کنم. یعنی این مرید و مرادبازی‌ها که من ازش بیزارم، هم از مرادبازی بیزارم، هم از مرادبازی. این بابای روشنفکرای ایران رو در آورد. یه سمتش به ما گفتن آقا این بمب خب این که گفتی بعد بود و غروبش یکی دیگه زنگ زد گفت که نه خیلی حرفا پولی دادیم ما ازت می‌چه. اگر ما این پول حامله‌های انرژی رو گرون کنیم یا کوپونیش کنیم، ما و تفاوتش تبدیل کنیم به چک ارزی بفرستیم برای آقای نتانیاهو، بهتر از کاری که الان داره میکنه. سلام جناب آقای دکتر لیلا. منم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و بینندگان و شنوندگان محترم. شما قبول دارید تو حوزه اقتصاد ایران جزء اینفلوئنسر رو هستید اصطلاحا؟ من اصلا این واژه اینفلوئنسر رو در مورد خودم قبول ندارم، برای اینکه مطلقاً به شبکه مجازی دسترسی ندارم، مطلقاً از تلگرام و اینستا نمیدونم توییتر هیچی استفاده نمی کنم. یک شبکه واتساپ دارم که برای محیط کاریم به کار میره و هر اتفاقی که میفته دیگه نمیدونم این نمیدونم چی اسمش رو تو کوچه و خیابون شما رو زیاد میشناسن؟ بله. نقد، فوش، بد و بیرا، تشکر. نه فوش و بد و بیرا که نمیگن، بیشتر میگن که خب بیشتر چی کن بدرونش بارش کن. یا میگن که آقا چرا اون تیکش نگفتی، چرا تیکش؟ ای بابا، یعنی کسی نمیگه این تحلیلتون اشتباه و مثلا ممکنه بگن، ولی خب میدونید ما الان به جایی رسیدیم اگه واقعی بخوایم به مسئله نگاه کنیم که مدت هاست دیگه عمیق و همه جانبه و غیر جناحی نمیبینیم. ببین این مرید و مرادبازی ها که من ازش بیزارم، هم از مرادبازی بیزارم هم از مریدبازی، این بابای روشنفکرای ایران رو در آورده. یعنی تمام مراجع اجتماعی، اگر نگیم تمام، غالبا مراجع اجتماعی، روشنفکرها، حتی دانشمندان ما به روزی افتادن که برای این که رو بمونن، رو سطح بمونن، دائما حرفای عجیبتر و عجیبتر میزنن. اینم عیبی نداره، این به خاطر اینکه ما بعد از 4000 سال استبداد افتادیم تو مثل جکوزی آب گرم هست که یهو میپری تو آب سر، یهو افتادیم وسط دموکراسی بی حد و حصر. بعد از 2-3 سال دیگه هم درست میشه، یعنی اونقدری که من اصلا نگرانش نیستم، ولی الان زمانی است که اینجوریه. به همین دلیل من ترجیح میدم که کمتر صحبت کنم، چون ممکنه که کمتر شنیده بشم وقتی شما میخواید بدون حب و بغض داوری کنید. شما تو صحبتاتون خیلی تحلیل و پیش بینی دارید. اذیت نمیشید از اینکه خیلی‌ها انتظار دارن این تحلیل‌ها بالاخره درست باشه؟ یعنی بالاخره یه جایی ممکنه متاسفانه بیشتر وقتا میگن که مثلا پیش بینی درست بوده، ولی مثل هر پیش بینی دیگری ممکنه که غلط هم در بیاد. من نمیدونم. یعنی من شأن خودم رو این میدونم که بیشتر انذار بدم و تحذیر کنم، بگیم که آقا این به این سمت داریم میریم، به این مسیر داریم میریم. مثلا شما شاهدید حتما که من در مورد ناترازی انرژی خیلی خیلی قبلتر پیش بینی کردم. من سال 1384 یادمه که اولین بار پیش بینی کردم ایران به زودی چیز میشه، به زودی پیر خواهد شد. من سال 84 مقاله‌ای نوشتم، اون تو نوشتم که آقا در سال 1420 تعداد مرده‌های ایران از تعداد زنده‌هاش جلو خواهد افتاد و الان اتفاق داره میفته. یا یه چیزی نوشتم خوبه شما بدونید که آقا اتحاد شوروی عین سرنوشت ایران داره عین سرنوشت اتحاد شوروی میشه. ما هم جمعیتمون جوان بود مثل شوروی 1920، هم تحت آموزه‌های ایدئولوژیک قرار داشتیم، هم حرفای سوسیالیستی میزدیم، سن بازنشستگی رو آوردیم پایین، حقوقا رو بردیم بالا، بهره‌وری اومد پایین. در سال 1984 میلادی تعداد بازنشسته‌های شوروی از تعداد شاغلایی زد جلو. آقای رفیعی، بله، تمام کار دیگه. و آقا ایران داره به اون سمت خواهد رفت. این جمله رو من سال 85-84 نوشتم. دستگاه امنیت احضارم که یه بار دیگه بنویسی میندازم زندان. همون سال مرد که تو منو تشکیل کردی شوروی. گفتم آقا هشدار دارم میدم. آقا عقلم خوب چیزیه.
یا خیلی موارد اینطوری من داشتم. شما اخیراً هم موردی بوده که کسی تماسی بگیره تشریح متاسفانه نه تشریح که حالا اینجا میگم ولی خیلی به ندرت بمب هسته‌ای برای شما چیزی چرا یه سمتش به ما گفتن آقا این بمب، خب این که گفتی بعد بود که من گفتم من فهمم اینه، به مطبوعاتتون بگو منو چاپ نکنن. و غروبش یکی دیگه زنگ زد گفت که نه خیلی حرف خوبی زدی، ما ازت می‌چه. نشون میده که چقدر شیر تو شیر اون بالا. اصلا نگاه کن همه جذابیت ایران هم از اینجا در میاد. ها یه زمانیه که من میگم بیا آقا استرالیا زندگی کن. من خب رفتم یه سر اونجا برای بازدید، فقط یه دریاچه بود، مثلا یه مرغابی قیح میکشید از این و میرفت دنبال دوست دخترش، حالا یه زن عقلیش به من مربوط میرفت اونجا. من گفتم آقا اینجا خیلی برای من بورینگه، خیلی کسالت باره. اگه آیت الله جنتی رو میارید اینجا من میمونم، اگه نهرید من ایرانو ولم. ما اصلا یه کیفی داره به بحران ها. آره هر کی میره استرالیا میگن دیگه اصلا آدم بیخبر میشه ازش، انگار توی عالم دیگه ایه. بله خب محیط عوض میشه. میدونید که از نظر روانی این امتحان شده ها. قالیبافای ناینی رو بردن مشهد، دیگه ناینی نبافتن. آره یعنی اینقدر اثر میذاره. یا محیط شاعرها وقتی از ایران خارج میشن، این سبک هندی برای چی اسم این سبک هندیه؟ برای که شاعرای ایرانی تحت فشار صفویه وقتی مهاجرت میکنن، اون برام بهتر میداده دیگه، اون برام بهتر میداده، میرن هند سبکشون همون زبانه ها، ولی سبکشون بنابراین محیط جغرافیایی فوق العاده موثره. به همین دلیل اغلب ایرانیایی که میرن خارج از کشور دیگه تحلیل‌های سیاسیشون نم میکشه، کهنه میشه، آغشته میشه به محیطی که توی زندگی میکنن و این هی فاصلش با ایران هی زیادتر و زیادتر میشه. آقای دکتر اگر به شما یه فرصتی بدن بگن میتونی یکی از تصمیمات اقتصادی که توی این بیش از 14 در واقع توی کشور انجام شده رو جلوش رو بگیرید و بگید آقا این نباید انجام بشه، کدوم تصمیم بگیرید؟ خیلی زیاده. آره یکی از مهم‌تریناش همین تثبیت قیمت سوخت. تثبیت قیمت. ببینید تمام بحرانی که ما الان داریم، اینو من به شما بگم، من به شدت مخالف افزایش قیمت سوختم. هرگاه یا هر چیز، هرگاه شما تورم هم نداشته باشی، ولی اگر تورم داری نمیتونی قیمت ها رو اساسا تثبیت قیمت ها در شرایطی که دولت خودش عامل اصلی تورمه، تثبیت قیمت ها جز فساد، جز ریخت و پاش، راندخاری و نهایتاً ایجاد طبقات اجتماعی که انگلوار به بدنه جامعه چسبیدن آثاری نداره. هم در مورد قیمت دلار صادقه، هم در مورد قیمت انرژی صادقه، در مورد قیمت مواد غذایی صادقه. ما از طریق اصلاح قیمت نان موفق شدیم 4-5 میلیون تن مصرف نان ایرانی بیاریم پایین. همینطور لگام گسیخته داشت میره بالا. به شما به اطمینان بهتون میگم که ما مصرف بنزینمون بیشتر از روزی 70-80 میلیون لیتر نباید باشه. یعنی به راحتی ما 60 میلیون لیتر داریم اضافه مصرف. گازوئیل هم همینطور. بخش مهمی از این هدر میره، اتفاقا تبدیل به سرطان میشه. من این مصاحبه کردم، یه جایی گفتن آقا کلی چی بحث، گفتم اگر ما این پول حامله های انرژی رو گرون کنیم یا کپونیش کنیم، ما بود تفاوتش تبدیل کنیم به چک ارزی بفرستیم برای آقای نتانیاهو، بهتر از کاریست که الان داریم میکنیم. چرا؟ چون الان داره برای ما تبدیل به ترافیک میشه، سرطان میشه، آلودگی میشه، نارضایتی میشه ها. و ملت ایران از ثروت خودش جز بدبختی چیزی به دست نمیاره. من اگر بنا بود که یک تصمیم جلوش بگیرم، میگفتم که به ازای، یعنی به ازای وضعیت تورم، ما قیمت ها رو به هیچ وجه نباید کنترل کنیم. هر کنترل قیمتی تالی فاسد داره بدون تردید.
درست. میدونید اساس بدبختی شما ایران الان همینه، فقط هم اون نیست، خود قیمت دلار. الان مجلس 12 مگه چیکار کرد؟ من با سرعت آزادسازی قیمت آقای همتی ممکن بود مخالف باشم، ولی چون دزد نیستم از هیچ دزدی حمایت نمیکنم. من هرگز از دلار یارانه‌ای و رانتی بهره نبردم، چرا من باید بگم طرفدارشم؟ ها شما باور نمی، همین امروز دوباره گفتن دلار 28500 در مورد گوشت قرمز دوباره برقرار شد. آقا چرا شما هوار نکشیدید هیچ کدوم؟ چرا خود شما گزارش تهیه نکردید در نقدش؟ باورتون نمیشه نصفش دزدیده میشه. نه من حتما پیگیری میکنم. یا از همین وضعیت که الان به ورزش فوتبال ما حاکمه، همین وضعیت که به قیمت گذاری خودرومون حاکمه. آقا مگه یکی دوتاست؟ فولادی که شما با رانت تولید میکنید و بعضی اوقات بالای 100 همت 150 همت یه شرکت سود میده، بیایید صورت هزینه های مقارنه این سود رو ببینید. برای همین میگم وقتی تو رانت میدی تو بخش خصوصی، دو تا بخش که بیشتر نداریم که، تو بخش خصوصی فوری میره کانادا. یا خصولتی هم داریم میشه؟ نه اونا دولتی هم. اونا دولتی. هر کی که دولت منصوب میکنه یا حاکمیت از نظر من دولتی، بهشون میگن بخش عمومی. اونایی که شما تو بخش خصوصی هر چی رانت میدی صاف میره کانادا، چون شرایط انباشت سرمایه به قول مارکس که آماده نیست که. هر چی تو دولت رانت ایجاد میکنی تبدیل به فساد میشه و ریخت و پاش. یه اشاره به ورزش و اینا داشته، اصلا اهل ورزش وقت میکنید؟ نه ولی وقتی میشنوم که یه فوتبالیست 150 میلیارد تومان قرارداد میبنده، باز نگاه اقتصادی یا ما قراردادی با هیچ مربی و بازیکنی تقریبا نداریم که به فسق فساد و کثافتکاری نکشیده باشه. من شگفت زدم از دستگاه امنیت ایران که چطور را اینو میبینن و هیچی نمیگن. یه فوتبالیستی که حد اکثر تو لیگ دست هشتمه انگلیس مثلا ممکنه بتونه بازی کنه، این به ازای هر دقیقهش بزنید میشه دقیقه این چند میلیون. هم مربی داره میاد 9 تا باخت و اینا، بعد دوباره میره شکایت هم باریکلا. یعنی بعد از 6 تا بازی انگار که میدونن که خوشمزه است. مثلا وزیر ورزش آقای پزشکیان، آقای رئیسی، خدا بیامرزدشون، همه میدونن این ما دیگه قبح فساد در ایران کاملا ریخته برادر. یه زمانی آدم فاسد قایم میکرد خودش آدم دزد، الان سربلند میگن که آقا زرنگی، بچه زرنگی، دستش به دهنش میرسه. یعنی بله. من سوال آخرم بکنم. شما انشالله که همیشه کامتون شیرین باشه، زندگی بر وفق مراد. آخرین اتفاق خوبی که تو زندگیتون، زندگی شخصی اتفاق افتاد احتمالا یادتون هست و قابل گفتن هست؟ آخه من چون معمولا از زندگی راضی هستم و زیاد قور و زر نمیزنم مردم فکر میکنم من خیلی خوشحالم، ولی نه، من مشکل نه. من حتی موقعی که تو زندان هم بودم به اندازه اهمیت زندان و اون بساطی که برامون درست کردن قائل بودم و شوخی میکردم. بچه‌ها دوستان ما بودن تو مثل حالیت نیست. من خیلی یعنی از اون چیزی که شایستگیمه بیشتر گرفتم و به همین دلیل راضیم. الحمدلله. همه اتفاقات یا اغلب اتفاقات برام اتفاقات خوبه. خیلی ممنون، خیلی ممنون. وقت گذاشتید، دست شما درد نکنه.